امید نظامی چرا از همسرش جدا شد؟ امید نظامی اکنون در کدام کشور است؟ همسر امید نظامی کی بوده است؟ در کجا زندگی می کند؟ پسر امید نظامی نزدیکی است. دلیل دوری امید نظامی از کارهای هنری چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگری کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. امید نظامی هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و رسانه‌ای کشور بوده است. امید نظامی در سن نوجوانی به هنر موسیقی روی آورد. وی با اشتراک در برنامه صدای افغان تلویزیون طلوع توانست مقام هفتم را از آن خود کند و آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفدارانش ثبت و نشر کرد. امید نظامی رفته رفته به تلویزیون جهانی طلوع را پیدا کرد و من حیث مجری در برنامه‌های مختلف تلویزیون جهانی طلوع همکاری داشت. هرچند امید نظامی مهماندار در یکی از خطوط هوایی در افغانستان بود. امید نظامی با آرزو ازدواج کرد و امید نظامی را به کشور استرالیا برد. امید نظامی با همسرش زندگی خوبی داشت. از همسرش دارای یک فرزند می باشد، ولی دیر نگذشت روابط خانوادگی این دو از هم پاشید و امید نظامی از همسرش جدا شد. اکنون همسر امید نظامی دوباره به کارهای رسانه‌ایش ادامه داده است و یکی از کارمندهای خوب تلویزیون جهانی فضا و چینل یوتیوب باربود موزیک می باشد. همسر امید نظامی گاهگاه سفرهایی به کشور تاجیکستان و ازبکستان داشته است. امید نظامی مدت دیری می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش ثبت و نشر نکرده است، ولی هر کس زندگی شخصی خودش را دارد و به نحوی که می خواهد زندگی می کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران امید نظامی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه‌تان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.